هر زمان که ناامید شدی و زندگی برات سخت شد، به طبیعت نگاه کن، به درخت. آیا یک درخت واسه به دست آوردن برگ تلاش خاصی میکنه؟ یا وقتی برگهاش تو پاییز میریزه بازم تلاش خاصی میکنه؟ چه کسی به آن برگ میدهد و چه کسی آن برگ را از اون میگیرد؟ آیا همه اینا اتفاقی است یا طبیعت است؟ چه قدرتی پشت این نهفته؟ وقتی یه درخت که تکون نمیتونه بخوره همه چیز بهش داده میشه، به تو داده نمیشه، تو فقط باید با دقت نگاه کنی به زندگیت.